زود باش، سویچ ماشین، کیف پول، گوشی، هر چی داری بده بیا. فقط مراقب من نکن بدو. باشه همه رو میدم، فقط به آسیب نزنی. این از گوشی و کیف پول، اینم سویچ ماشین. داره زنگ میخوره. میشه لحظه جواب بدم بعد پس بدم گوشیو؟ فقط سریع باش. جونم. برنامه سفر داریم میچینین؟ 2 نفرم کم داریم. یه لحظه وایسا. آقا شما واسه سفر اوکی برین؟ کجا؟ شمال. تو پایه‌ای بریم؟ من که دلم بعد واسه شما لک زده. کیا هستن؟ محمد و 2 تا از رفیقام بچهای بالی هم مثل خودمونن. آقا ما اوکی. آره اوکی بگو میام. آقا من اون 2 نفر رو اوکی کردم. فقط یه مشکلی داریم. من دیگه ماشین ندارم. داداش صبر کن. ماشین ما هست دیگه، تو با ماشین ما بیا. آره نه بابا دیگه. جاتون رو تعیین نکنم یه وقت. بابا این چه حرفیه؟ ماشین ما تو نداره که. دمتون گرم. آقا مشکل ماشینم حل شد اوکیه. فقط به این الان دستم خالی، پولامو همه رو دادم رفته. داداش من یکم پول دستم اومده دونگ تو رو حساب میکنم. آقا این دیگه زشته خدایی. نه بابا کجا زشتی؟ تو اصلا اینو شیرین ماشین در نظر بگیر. آقا واسه رفیق خرج نکنی واسه کی خرج؟ آره بابا. همه معرفتتون گرم. ان شاءالله چرخش وسطتون باشه. جاکرین عشقی. آقا مشکلم حل شد، ما اوکییم. یه 2 ساعت دیگه حرکته. میبینمت. آقا اینم خدمت شما. قابلت هم نداشت. عزیز دلی. چه عشق و حالی قرار بکنید. آقا فقط قبل سفر با تپسی گاراژ از نزدیکترین اتو سرویس یه تایم رزرو کنید. ماشین رو ببرید تعویض روغن بهتامی، تعویض لنت، چیزی نیاز داره انجام بدید. آقا ما اون اوکی میکنیم. فقط تو میتونی شلوارک رو ردیف کنی؟ شلوارک صندوق عقب یه دونه دارم، با هم شریکی استفاده میکنیم دیگه. آره بابا را بیا بریم. فقط ماشین حساسه باشه آروم باش. حتما خیالت راحت. دمت گرم.